میخوای موزش رو بذاری موزش قیب شده چرا که نه سلام خوش اومدید میذاری من بگم بگو همونطوری که از تامنه رو مشاهده کردی اومدیم با باگی قیب شده ببین اصلا دیگه نمیبینم همونطوری که تو ویدیو مشخصه اصلا نمیبینم تو بریم جلوتر مشخص تر میشه ببین اصلا دنبال من تو هوا نگاه اصلا بگیر دنبال ما ببین از ویدیو دور نشیم دوستان اگه هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایب کن زنگ گل بغلش بزن تا از اینجا جدید بخوام این ویدیو رو لایک کن یه کامنت هر دوست داری بذار مرسی شما گفتی آره این چنل چطوری باشه یا بگو دمت هم گرم خودت جبری اضافه دوستان قصد این چنل فقط چنل فان باشه و ترفنده و خبر اخبار جدید سیزن های کال آف دیوتی به شما بگه مثلا اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید زنگ گل بغلش بزنید تا از ویدیو بخار باشید و این ویدیو رو یه لایک کنید یه چیزی نبود که کامنت تو یادت رفت حالا کامنت هم بذارید دوستان دیگه به نظرم بسته دیگه بریم دوباره ویدیو صحبت کنیم باشه دوستان فقط یادتون باشه بعده که باگو اجرا کردید هیچ وقت از یک بلندی نپرید و جستون رو باز نکنید نه با کلت پیدا باید بازی کنید وقت باید کل فارمو باید بازی کنید کل بازی کنید چیف میده نفوله پس چون کنید میتونی اگرم این کار رو کردی گانه تو بندازی زمین یه گانی از دورتر یه گان برداری یا بگیره رفیقت گانش رو بندازه بریم اون گانه برداری چه خوب باشی یکی از خوبی های این باگ اینه که یارو رو راحت داری فینیشرش رو بگیری نمیبینتت دیگه این راحت فینیشرش رو میگیری اینم چه خوبه بیم پس چرا تا فینیشر آره دیگه انیشتم یه لرتنش گور میبزه نگو تو مرد نامریم نیست چی برسه بنیشم خب دیگه بس دیگه بریم آموزش رو بذاریم دیگه تو همین ویدیو ثابت کرد که ویدیو کاملا سالمه خب ببینید دوستان باید اول دمنش باشید داد برید سمت این بیلبیلکه برید بالا یکی باید شما رو نایف کنه قیبش بعد نیتو خاموش میکنید وقتی که تو این بیلبیلکه داشتی میرفتی بالا یکی نایفتو که نیتو خاموش میکنید روشنش میکنید همون زمان و هلپو هی میزنید هلپو تقریبا تو حدود 10-20 بار میزنید و میایید پایین و به یارتون میگید بلندت کنه بعد بقیه رو بزنید حتما نظرتون درباره این ویدیو تو کامنت ها بگید و اگرم باگ دیگه بلدید تو به آیدی تلگرام پیام بدید فعلا